ببینیم با هم. شاید هیچ رهبر افغانستان به اندازه شما در انظار عامه نگریسته باشد. چی چیزی شما را اینقدر بیچاره میساخت که گریه را انتخاب میکردیم؟ ناتوانی ملی با بیچارگی ما در مقابل قدرت‌هایی که به نام کمک به افغانستان آمده بودند، به نام مجادله علیه تروریسم به افغانستان آمده بودند، به وضعی که با تروریسم مبارزه کنند در خاک ما بمباردمان میکنند. شما گفتیم که چیزهای شنیدین از مقامات ارشد آمریکایی. میشه به ملت افغانستان بگین که چی بود؟ مثلا ما سوال کردیم که اگر بمی در کابل و یا یکی از دهات افغانستان منفجر شد، دهات از طفلا و زنان کشور ما چمن با کشتن مجبور شدن، این تروریسم یعنی اونا گفتن خیر این تروریسم زمانی میشه که منافع امریکا دخالش. باز یه عده هستن که میگن از زمانی که دوربین اختراع شده ما دیگه معجزه‌ای ندیدیم. آخه معجزه بزرگتر از این که رئیس جمهور کشور همسایت میاد جلوی دوربین گریه میکنه، میگه بزرگترین اشتباه من و مردم افغانستان این بود که فکر میکردیم آمریکایی